شما بفرمایید خانم. خیلی مهارت دارم ولی به هیچ جا نرسیدم. هیچی به هیچی. چه مهارتایی دارین؟ یعنی هر چی که بگید. خب بگین مثلا 4 تاشو بگین. مثلا حالا یه مثال بزنید شما. نه مهارتاتونو بگید. مثلا هر چی که بگید من مهارت دارم ولی هیچی به هیچی. خب یعنی چی هیچی به هیچی؟ یعنی زندگیم هیچی به هیچی شده. آخه چه به جوری؟ هیچی یعنی همش احساس من به هیچی رسیدم. متأهلین؟ بله. با شوهرتون مشکل دارین؟ نه آخه من باید از یه راهی برسم به اینکه هیچی به هیچی یعنی چی؟ با کسایی که اصلا قانونو هیچ نمیدونن. هیچ. سوء تفاهم نشه ولی اکثرا فکر میکنم قانون شناس نیستن و هیچی نمیدونن. کیا؟ دوره وریا. چه انقدر مجهوله همه چیز. من نمیدونم از چه راهی وارد شم. ولی یعنی از زندگیتون راضی نیستین که میگین هیچی به هیچی؟ شکر خدا رو میکنم ولی نسبت به مهارتایی که داشتم احساس میکنم مثلا به هیچی رسیدم. یعنی اونی که باید میشده نشد. یه دونه از مهارتاتونو بگی جان من. شما خیلی توانگرم در هر کاری. توانگری در هر کاری. نمیگین یه دونهشون اب نداره. اولین بار تو زندگیم آچمزم. آخرین باری که آچمز بودم 8 سالم بود. خب همه اطرافیان من همینطورم مثل شما. بازم نفهمیدم یعنی اطرافیان چی؟